سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من کسر اسپایدرم و اومدیم با قسمت دوم از کریر منیجر لیورپول. توی این قسمت سعی میکنیم یه دست نقل و انتقالات بکشیم و توی پنجره نقل و انتقالات بیشتر فعالیت کنیم و البته به تاکتیک تیم برسیم. اول از همه سعی میکنیم که بازیکنایی که نیاز نداریم و توی ترنسفر لیست قرار بدیم. مثلا اندی رابرتسون رو میخوام داخل ترنسفر لیست قرار بدم. فکر کنم جوئل ماتیپ رو توی قسمت قبل قرار داده بودم. تییاگو آلکانتارا که قطعا قرار میدم چون دیگه نیازی بهش ندارم. اندو که خودش 10 ماه دیگه میره و بریم سراغ جوئل ماتیپ و یه دبل چک کنیم که ببینیم اونو توی ترنسفر لیست قرار دادیم. فروختیمش جوئل ماتیپ و قسمت پیش یادم نبود. چقدر بودجه داریم؟ 187 میلیون. بریم واسه خرید یه دفاع کناری. ایده من برای دفاع کناری اشرف حکیمیه چون به یه بازیکن سرعتی توی خط دفاع نیاز داریم، چون ترنت و واسه بازیسازی داریم. بخاطر همون سراغ تو هرناندز نمیرم چون بازیساز خوب داریم. چیکار کردم؟ چون بازیساز خوب داریم میریم سراغ یه بازیکنی که بیشتر به حمله علاقه داشته باشه. با اینکه میدونم دفاع راسته ولی خب حالا دفاع چپ بازی کنه اتفاقی نمیفته. حتی میتونیم خودش رو دفاع راست بازی بدیم و ترنتو دفاع چپ. با اینکه من دیدم که دفاع چپ هم بازی میکنه تو پاریس. با 51 میلیون اندی رابرتسونه میتونیم بدیم ببینیم که آیا یک دیل در واقع تعویض بازیکن میتونیم انجام بدیم. 1 میلیون هم روش میخوان، یکم باشون دست و پنجه میکنیم. سعی کنیم 1 میلیون رو 1 میلیون 600 میخواستن، ما 1 میلیون 100 دادیم. میریم واسه مذاکره با خود اشرف حکیمی تا ببینیم چه اتفاقی صورت میگیره. در حال حاضر حقوقش 76,000 تاه. بهش میگیم که توی تیم ما بسیار توی ردبندی بسیار مهمایی 5 سال باش قرارداد می‌بندیم و بند آزادسازی هم من خیلی علاقه‌ای ندارم. خودش داره میگه خودمون هم علاقه‌ای نداریم. حقوقی هم که خودش میخواد و قبول میکنیم چون چیزی که زیاد داریم داخل این باشگاه پوله. خوش اومدی به باشگاه آقای اشرف حکیمی. اولین باره که اولین نقل و انتقالات مربی جدیدیم و به خاطر این من کاتسینش رو رد نمی‌کنم، ولی واسه خریدای بعد دیگه کاتسینش رو رد می‌کنم چون دیگه کاتسینش واسه همش یکیه. شماره 4 هم گرفت اشرف حکیمی، یعنی فندایک که از قسمت قبل شماره به هم ریخته بود 15 بود، ولی حالا اینم از اشرف حکیمی. ببینیم بازی خیلی نمره‌ای که میده مهم نیست چون ما پول داریم. چه نمره‌ای داده؟ ما بی داده، خیلی خوبه. و روی نیمکت هم سیمیکاس رو داریم حتی به عنوان فول بک. گزینه بعدی من یه دفاع میانیه. فعلا جو گومز رو اینجا میذارم و تییاگو آلکانتارا هم که همچنان فروش نرفته. ببینیم تا فردا مشتری پیدا میشه. ترجیحاً داخل لیگ به کسی نمیدمش که فقط سخت‌تر نکنیم داستان رو. چلسی میخوادش. حالا ما فعلا نگهش میداریم تا ببینیم چی میشه. میریم واسه خرید بازیکن جدید در پست دفاع میانی. گزینه‌های مد نظر خودم البته واسه تییاگو چیز نیومد ترنسفر آفر. میریم واسه مدافع میانی ببینم کی رو مد نظر دارم. ویلیام سالیبا که آرسناله. ببینیم داخل بوندسلیگا، نه داخل لالیگا، چه مدافع میانی میتونیم پیدا کنیم که به کارمون بیاد. پوزیشن رو هم بذاریم دیفنس و سنتر بک. بریم مدافع میانی. خب میتونه جزو گزینه هامون باشه. مارش بارتا پیره. کریستنسن هم فکر نکنم به دردمون بخوره. ببینیم گزینه هامون رو. اریک گارسیا هم که نه. هرموسو. مت هوملز دورتمونده. خلص کنده. ببینم هر کدوم
در واقع جوون‌تر بود بین آراوخو و کنده، اون رو میخرم. کنده 25، آراوخو چند سالشه؟ آراوخو 24. بریم آراوخوش هم گرونه ولی حالا خیلی اهمیتی نداره چون پولو داریم و فکر نکنم که بعد اینم تو این پنجره حداقل نقل و انتقالاتی داشته باشیم. ببینیم میتونیم با 110 میلیون آراوخو رو از بارسا خریداری کنیم یا نه. بله میریم واسه مذاکره با خود رونالدو آراوخو. چه خط دفاعی داریم؟ ترنت الکساندر آرنولد، ویدیو، آرنولد، خود آراوخو، حتی اشرف حکیمی. فکر کنم این فصل کمترین گل رو بخوریم. نمیدونم، مطمئن نیستم. سیتی هم جزو کاندیدای کمترین گل خوردن. 160,000 تا میدیم و رونالدو آراوخو به باشگاه میاد. هدست از مشکل خورد. با 110 میلیون یورو و 110,000 تا رونالدو آراوخو رو خریداری کردیم و خوبه که RCB بازیش بدیم چون متمایل به راست بیشتر آراوخو. جو گومز رو هم میاریم جای تییاگو آلکانتارا و میریم تا بفروشیم تییاگو آلکانتارا رو و ببینیم که چه پیشنهاداتی برای تییاگو آلکانتارا روی میز داریم. میریم سراغ بازی اولمون و فکر کنم میریم سراغ بازی سوممون تو لیگ در واقع با نیوکاسل داخل سنت جیمز پارک، یعنی تو ورزشگاه خودشون با خریدهای جدید، بازیکنهای جدیدتری که ببینیم در اولین بازیشون برای ما میدرخشن یا خیر. آلمیرون هم 30 سالشه ولی خیلی هیچ نمیخوره واقعا 30 سال به این قیافش. اشرف حکیمی اولین لمس توپ خودش رو دشت میکنه در باشگاه جدید با پاس خوب و موقعیت ساز بازی شروع میکنه. داروین نونیز نتونست دریبلش رو کامل کنه. الکساندر ایساک هم گزینه خوبیه واسه پنجره نقل و انتقالاتی، البته که ما به اندازه کافی مهره هجومی داریم. ویرجیل فن دایک موفق نیست. ریدم. آلمیرون مرسی. آلیسون خیلی فضا نداشت. آلمیرون. محمد صلاح رو راه میندازیم، گزینه مطمئن در وینگر راست. محمد صلاح برو قرآن. پاس دار کسخل. خب چرا راجع به اشرف حکیمی حرف میزنه؟ بابا حالا اشرف حکیمی هم خریدیم دیگه، الان این فرد قراردادش پس میکنه. آفساید نبودا ظاهرا کل. یا خدا تا کجا هم تو آفساید بود. کیمپمبه هم داره نیوکاسل ظاهرا. ترنت الکساندر آرنولد باید بذاریم. جو بارنز او متارکت. مگه میتونی وقتی بیت ویرجیل اونجا سانت رو تو انجام بدی؟ کودی خاک پو. یکم تو وقتی این انتقالات دفاعی رو انجام بدیم تو خط حمله به مشکل خوردیم ظاهرا. آلمیرون، جوئلینتون نتونست سانترشو اونجوری که لازم انجام بده. برونو جیمارش هم کورنرهای تاتنهام نیوکاسل رو میزنه. او راستی که ایران تریپیر هم دارن. چرا اینو نمیتونن سانت کنم؟ مثل فلجا بمونن. بابا نشد. خورد دستش. چه میگم خورد دست. استاد کسرای خیابانی. نزنه. ترنت بگیرم. ترنت سک تو روه. ترنت عقب مونده. آلیسون گرفت. خدا رو شکر. تا چی تو قوطی ما تو سنت جیمز پارک. نزنه وای زد. سنت جیمز پارک داره دهنمون سرویس میکنه. یعنی اولین باخت لیورپول و مربی جدید از سنت جیمز پارک رقم میخوره فکر نکنم. داروین نونیز میره تا مثل دنیای واقعی کامبک بزنه.
خودش جلوی نیوکاسل این کارم میکنه. جواب حمله نیوکاسل رو در کسری از ثانیه میدیار، در کسری از ثانیه هم نبود، در کمتر از دقیقه بود. ولی خب همین که داروین نونیز اینقدر سماجتش رو داره که اینقدر خوب جاگیری کنه، خودش نشون میده که تیم خوبی داریم. بابا من دستم میخوره به این میکروفون. این سوبوزلای هم خوب کار نمیکنه. سوبوزلای اصلا فکر کنم تو پستی که قرارش دادم ببینیم چیکار میکنه دومینیک. نه اصلا این کاره نی. آلمیرون پاس بده به جوئلینتون. کرون تریپیر هم مهاجمیه هجومه سیا. برو فنداک بگیر چرا فنداک. وو نخوری اونو. مرسی لوچا دریبلو میزنه. وینگره خلاق لیورپول همه رو دیوونه کرده. لوئیس دیاز دوبرافکا نیک پاپ کوپاس توپ گیری بده پاسو. این احمق چه کاری بودی؟ کاش به خود داروین میرفتم. مرسی ترنت برو سانترو بکش ترنت بریز بزن لوچا. چی در آورد سکتوله سلا کولا. وای بابا این دوبرافکای چه سکیه. البته سلام خیلی وسط زد ولی کاش آریک میگرفتم. کورنرهای این برای سلام میزنه. من تا رو سلام ندیدم کورنر بزنه. دومینیک گول. چه گولی دومینیک سوبوزلای با ضربه فنی و مهندسی شده توپو وارد دروازه کرد. خیلی خوراک اینجور ضربه‌های فانتزی ها. قشنگ استیون جرارد توری سوبوزلای واسه همین 8 دستشه. خوراک ضربه کاشته هم هست. این کاشته هم بود. من با ترنت هم نمیزنم تو لیورپول، حتی با دومینیک سوبوزلای میزنم. ژوئلینتون یه گل دیگه بزنم این بازی رو کویکسیم میکنم و میرم سراغ مسائل تاکتیکی. تو تیمم باید استراتژی بچینم، چون الان که بازیکن جدید خریدیم بهتر میتونیم راجع به استراتژی تیم تصمیم گیری کنیم. بیشتر تو فاز ضد حمله ایم تو این تیم و میخوام یه ترکیب جوزه مورینیویی داشته باشم و به نظرم که بده بره. میخوام خاکپور رو فکر کنم اگه یه خط بیارم پشت داروین یعنی سی اف بازیش بدم بهتر باشه. حالا تصمیم میگیریم راجع به اونم. ترنت الکساندر آرنولد پاست خیلی ماست نخورده ای بود آرنولد. وای فنداک خوردیم. خیلی فضا رو خالی کردم. آلیسون هم از همین شاکی بود. مثل این که این بازی به این راحتی ها تو سنت جیمز پارک کم نمیارن قلنویی ها. بندالایی رو بش این نشد ولی از جا الو پنالت مرد مومن. آقای داور اون فصلی سر ما رو بردید تمام شد. پنالت بودا. داور خیلی نخوندمت سید طور به بازی ادامه داد. یه تکلو بزن. مرسی ترنت. دیفیکالتی بازی هم بچه ها رو ورد کلاسه اگه میخواستید بدونید دیفیکالتی بازی چیه. جوئلینتون بگیر اونو بگیر. نره ایساک تو نره. وای خوردیم. مرسی آلیسون. چیز زد برگشت زد در اینه همونو تک میزد کنج دروازه سمت راست بالا بود. آلمیرون کوبید تو صورتش هندم شد. پس تو صورتش نکوبید. برید اونجا. مرسی. اصلا داری مدافع رو اصلا پشمان آدم میرزه اینقدر اینا خفنه. خاکپو یه سرتوب. دارویز عقب مونده. داروین نونیز تیمارستانی. ویرجیل فنداک پاسو میده به جوئلینتون. وای اینا تو قطع هجوم مهره دارن. 3-2
نیمه دوم باید فکر جدی بکنم. خاچپو جان شرمنده اخلاق ورزشی، هاروی رو باید بیارم تو جای مکا، بیارمش بالاتر. ام اندو نست، یه دونه مدافع وسط سریع لازم دارم. البته که شوتینگ جوگومز 27 داداش تو جا به جا کردی اصلا سطوح شوتینگو. خب خوبه که کم زمین به نظر میرسه که این بر بهتره. ببینیم که چیکار میکنیم توی این زمین. آخ چقدر وحشیه این نیوکاسل. چلسی رو مثل ماست زدم ولی اینا خیلی وحشی تر از چلسی هن. تو رو خدا نه 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 وای اینا خیلی وحشی هن. چلسی هم تو استنفورد بریج پاره کردم. فکر نکنید اینا چون تو خونه خودشونن انقدر وحشی هن. پارت قبلی رو ببینید حتما ببینید که شروع طوفانی داشتیم تو پریمیر لیگ. دوبرافکا کاش حداقل بتونیم این بازی تقسیم امتیازات ارزشمند رو تو سنچز پارک به دست بیاوریم. یونایتد هم که مثل دنیای واقعی داره خریداشو انجام میده. این چه تکلتو زدی ولی یکم بد زدی آقای آراو خوفوت فکر کنم. سوبوزلای مرسی. اوه جند زدی سوبوزلای. سوبوزلای بیشتر وینگر تا سیه، یعنی اگه وینگر بازیش بدم فکر کنم بهتر باشه چون هم سرعتشو داره هم تکنیکشو داره هم بازی سازیشو داره، همه چیشو داره این سوبوزلای. ولی خیلی خوب بازی کنیه. من که راضی هم از همچین خریدی. بره داروین. داروین جوتاه بابا جوتا. خواستم نگاه کنم ببینم کیه این. بعد بچه یکم دیگه تمرکزم بیشتر بزنم رو بازی. الو حالت توپ زده ولی الیوت بدبخت. وا الیوت مصوم نشه. مصوم 6 ماه. تو رو خدا الیوت چی شد؟ وای بیا برو بیرون سیرت. همونجا باش. بعد اندو رو بیارم بریم ببینیم چی میشه. الیوت هم که مصوم. مهره بدی رو از دست دادیم. انتقامتو میگیرم الیوت. خب بس اینکه ریدن بهمون. خیلی انتقام در کار نیست. قندمون رو گرفتن. نیوکاسل خیلی وحشیه ولی کامبک همو میزنم. بابا اون چیه؟ چقدر مهره داره نیوکاسل. هر جا رو میکنه یا ایستا یا متارجت یا هاروی بانز. آنتونی گوردون کو تو رو قرآن بابا ویلاک خیلی وحشی یعنی اینا. تحقیر شدیم تو خونه. فکر کنم بازیکن نمی خریدیم بهتر بود. البته تو خونه که تحقیر نشدیم تو ورزشگاه اینا تحقیر شدیم. تو آنفیلد میبینم اتاقا این نیوکاسل تا که هنوز امید هست. اولترا اتکینگ غلط کردم. بابا اینا چقدر وحشیان. وای تو رو قرآن. واش حاجی اینا اصلا یه لول دیگه یعنی. تو رو قرآن هفتمی نه. بابا اینا دیوونن. بریم واسه کامبک آقا. چه کامبکی و تیم اصلا همه چیشو باخته. فقط میخواد دیگه گل نخوره تیم.
برو. وای بابا اینا دیوونن، اصلا اینا عجیبن، خیلی بده اینا، اصلا عجیب دیوونه. وای نگاه همه رو رد کرد، ولی خدا رو شکر خیلی تمام کنندگی جذابی نداشت. بابا بده حکیمی، برو لوچا. خب بده اون مریضی مگه بابا، ولم کن مگه رئال مادریدی، بگیر ازش. چرا اونجوری میدی؟ کیمپمبه او خیلی وحشیه نیوکاسل، 6 تا اون زد. برو یکی بزنیم. مرسی. بودو نه خیلی چی گفت، الان کمپش میزنم. ببین یه مساوی میگیرم. یکی بره بابا. خب مرد مومن، اصلا تیم خوابیده. یه دونه دیگه حداقل بزنیم، با اختلاف 3 تا نبازیم به اینا. خدایی یکی دیگه بزنم به اینا. بابا پارم کردن اینا، بابا اینا اصلا ردی مردی هم. فهمیدیم که اینجوری نمیشه بازی کرد. محاسبه هم نمیرم با محاسبه چی مصاحبه بابا، اصلا زدن اصلا قرقاتیمون کردن با اینا. 9 شدیم تو پریمیر لیگ، اینقدر بد باختیم. 6-3 خوبه، حداقل اون گل از آخریه رو صلاح زد. بریم که باید قشنگ دستی به استراتژی تیم بکشیم. کانتر اتکو که میذارم کوچ منیجمنت. بودو مربی باید بخرم در حد پنز، یعنی اصلا ببین الان باید یه بازی هایلایت برم که قشنگ بشوره ببره تلخی این باختو. در واقع 3 تا گل خوردیم، البته 6 تا خوردیم 3 تا زدیم، بخاطر همون اختلاف 3 تا حساب بشه و بعد این تفاضل رو برد 3-0 بشیم ببریم. تییاگو براش چیز اومد چی با منسیتی. خدایی چرا باید تییاگو آلکانتارا رو بخواد؟ 1 ساعت بزن بره، بریم کسی نمیخوادش. بودو نخواست کسی میدمش نیوکاسل. نمیدم نیوکاسل. ببین اگه قبل این بازی بود باید قول میدادم نیوکاسل، ولی الان نمیدم نیوکاسل دیگه. این وحشی تر نشن دیگه. بیار چیز بیار دیگو شوتا بگیر عمرن بدم. شوتا نمیدم بابا، تو رو خدا یه دونه چیز بیرون پریمیر لیگی بیار واسه تییاگو آلکانتارا. ناپولی خدافظ. برو گم شو منچستر یونایتد اسکول. بیا برو بابا دیگه تمام شد دیگه. من فقط خواستم تییاگو رو بدم بره دیگه، من کاری نمیخوام بکنم، فقط تییاگو بره. بریم یه هایلایت بزنیم با استون ویلا و ببینیم که آنفیلد و تکینگ هایلایت هم میزنم تو آنفیلد بازی و باید خیلی خوب ببرم این بازی رو. یعنی این بازی رو اگه نبرم از کورس پریمیر لیگ تقریبا میشه گفت بیرون میفتم. وای یکی خوردم، پاسو میدم اونجا به خاک برو دیگه.
بزن. مرسی. بودو وای نه یه خواهی از سوویلا چجوری به ما یکی زده خدایی. بده سمت راست پایین. بده مکا. خوبه. سلا برو. سلا رد کنی ها. سلا یه تو سر توپ بیاریم و پاسو بده به داروین. داروین عقب مونده زنی فلج. نباید مساوی کنم، اصلا نباید مساوی کنم، خیلی بد میشه. بده به اون. سلا برو. بزن سلا. مرسی. ناجی همیشه جیه لیورپول. تو رو خدا دیگه یکی دیگه نزنه استون. لیورپول اتک. سر محوطه اونا سره گل اینم. اینو میزنم تا قشنگ سومی هم بخورن و بریم. مرسی داروین نونیز. عاشق پوشکاتونم اساتید. تموم. 3-2 خدا رو شکر آخریه رو زد داربی. 3 تا گلی که لازم بود زدیم ولی متاسفانه 2 تا خوردیم. و ببینیم وضعیت جدول چگونه است و تیمایی که تو اولویتن که ما باید ببریم کیان. فکر کنم نیوکاسل. وای نیوکاسل اوله. تیمایی که تو اولویتی که ما ببریم 3 تا تیم دیگه هن. آرسنال، نیوکاسل و یونایتدن. اگه بتونیم سیتی رو هم ببریم و اونا رو کورس حذف کنیم تا یه جایی خیلی خوب میشه. و از تیمم راضی هم. ببینیم آکادمی جوانان چیا داره. یه دونه دیولپمنت پلن بذاریم واسه دفاع چپ، چون دفاع چپ پست خیلی مهمیه. نه برو بازیکن قبلی و توی واید بک قرارش میدم تا ببینم چیکار میکنه این تیم. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید دوستان. حتما اگه این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که اولین نفر ویدیوی من مطلع بشید. و تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار همتون.